السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. ناملوی عزیز، یک سوال داشتم. همین سوال در پورا جواب میداده ناملو. همین درباره موسیقی، همین برادرها هستن همین به من خیلی علمم کمتره. هوایا به من خوشرو فهماده نمیتونم که همه چیز مقصد حرام است. بعضی مقصد همین خیلی تا درجه هستن که در زبانشون اوجه همین موسیقی شیشتگی بجای یک ذکر کنن همین موسیقی پفتار پفتار مثال میخونن. در همین باره یک پورا جواب میداده دوملو. خب مسئله موسیقی، بله موسیقی حرام است علل خصوص اگر آلات موسیقی استفاده شود، اسباب های موسیقی استفاده شود و این چونین مضمونش هم مضمون فحش باشد. موسیقی ها اساسا همش درباره همین چیز است. آید زنا هست، آید عشق است، یا سخنهای لهو است، سخنهای بیفایده است، سخنهای دروغ است. و اگر سخن درست باشد و بدون آلت موسیقی باشد، یک مثلا غزل، یک نظم پند آمیز یا یک تاریخ گرفتیان به طریق شعر در آوردیان، مثلا تاریخ حقیقی باشد و به آلت موسیقی اگر نوازند، مثلا آهنگ کرده خواند یا شعر کرده خواند، هیچ گپی ندارد. اما وقتی که هم گپی دروغ است و هم گپی فحشا هست و هم با این آلت موسیقی استفاده میبرد، بله این حرام است. بله مثلا حرمت موسیقی از حرمت عرق فرق دارد. از حرمت میگوییم وقتی که مردمی تاجیک احترام میفهمند. حرمت یعنی از کلمه حرام گرفته شده است. خود کلمه احترام هم کلمه حرام گرفته شده است. این کلمه عربی است. خود کلمه هم عربی است. آخر مقصد حرمت عرق میگم یعنی که حرام بودن عرق از حرام بودن موسیقی بزرگتر است. یعنی گناه عرق از آن موسیقی حرام است، چون که عرق حد دارد. یا مثلا زنا از عرق هم بلند است، چون که حکمش قتل است. دزدی از موسیقی بلند است، چون که دستش بریده میشد. دوم مراتب دزدی که پاش بریده میشد. اما برای موسیقی از جانب شریعت دیگه حد نآمده است. یعنی نگفته است که الله تعالی کسی که موسیقی گوش میکند بار اول موسیقی گوش کرد و برید مثلا فلان در زنید. حد نآمده است. این دلالت میکند که گناه های کبیره هم از همدیگر فرق میکند. بنابراین علما میگفتند که علم این نیست که خیر و بد را جدا کنی، نیک و شر، نیکی و بدی را جدا کنی، خیر و شر را. علم این است که دو بهترین کار را کدامش ثوابش بزرگتر است؟ نماز بهتر است یا روزه؟ جدا کرده تانی. و اینچنین گناه هم جدا کرده تانی که کدام گناه از کدام گناهش وزنین‌تر است، جدا کرده تانی. این علم است. بله موسیقی مثال مانند این گناه های کبیره که نامبر کردیم، مانند اینها نیست گناهش، ولی که این هم گناه است. هر چیزی که گناه است به سلامتی انسان ضرر دارد. از همه چیزی که موسیقی شما را ضرری که دارد، وقتی قیمت بهاتون که وقتی شما از پول از مال قیمت از این وقت به یگان چی عوض کرده نمیشه. مثلا جوانایی که از 30 ساله شدید میتوانید با یگان میلیارد دلار 20 ساله شوید گشته؟ نمیشد. یک روزتون خریده نمیتونید. برای چی مثلا 3 ساعت موسیقی گوش میکنید که هیچی فایده نیست؟ شما 3 ساعت بگذار علم شریعت گوش نکردید، فرض کردیم که علم تجارت گوش کردید. یک آدم گوش کردید که طریقه بای شدن برای شما میفهماند، طریقه تجارت، طریقه پول کار کردن یاد میده. این فایده شه برای که شما عقل دنیا آموختید. یا مثلا یک آدم موندید که درباره علم طب گپ میزنه، طبیب است، میگه که من این کارا ضرر دارد و بدن شما، من این چیزا برای بدن شما فایده دارد، شما در سری رول هستید، در سری چنبرک هستید، گوش کرده روان رفته سر علمی شما زیاد شده است. یا چی فایده گرفتید؟ اگر هیچی گوش نکردید، استغفر الله ذکر کرده میرید، هم گناهتون عفو میشد، هم ثواب میگیرید، هم الله تعالی رزق شما رو وسع میکند، فایده دارد. برای چی شما یک کاری که برای شما به قلب، حتی بعضی علما میگن که به قلب انسان ضرر دارد گوش کردن موسیقی. این اعضاهای این گوش از چشم قیمت میستد، نرخش قیمتی گوش. بنابراین در قرآن فقط الله تعالی گوش از چشم پیش میگیره.
این برای موسیقی گوش کردن نیست، این برای گوش کردن قرآن است. یا مراتب قرآن گوش کنید، چقدر روحتان لذت میبرد، روحتان غذا میگیرد. بنابراین برادرای عزیز از موسیقی دور شوید که بر شما هیچ فایده ایم ندارد، برعکس برای دینتان و برای سلامتیتان ضرر دارد.